بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، خدمت شما بزرگواران عرض ادب و سلام دارم. هر کجا که تشریف دارید انشالله در زیر سایه لطف و رحمت الله متعال قرار داشته باشید. آیا تتو زدن در بدن زن گناه دارد؟ اگر پاک کنیم باز هم گناه دارد؟ اصل بر این است که تتو از نظر شرعی جایز نیست و حرام هست، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کار منع فرمودند. و اگر کسی تتو زده بود از نظر شرعی نمازش و وضو و غسلش صحیح است و ارتباطی با وضو ندارد، زیرا که این ماده رنگی که وجود داره زیر پوست هست، تأثیری بر صحت وضو ندارد. و اکنون که کسی متوجه شده که حکمش این است که ناجایز هست، حرام هست، اگر که برایش خرج و هزینه ای ندارد میتواند که آن را پاک بکند، بهترین است که آن را پاک بکند. اما اگر برایش سخت است، مشکل هست، هزینه دارد، درد زیادی دارد یا عوارضی داشته باشد، در این صورت اگر پاکم نکند، صرفا همین که توبه کرده همین کفایت میکند و گناه دیگر بر گردنش باقی نمیماند. کاشت ناخن وضو دارد؟ نه، کاشت ناخن از نظر شرعی وضو ندارد. تمام قسمت هایی که در وضو باید شسته بشوند، حکمش این است که باید به اصل پوست بدن آب برسد. اگر یک مایع اضافی باشد مانند لاک ناخن، مانند کاشت ناخن یا مواردی از این قبیل، در این صورت وضو صحیح نیست و وضو باطل هست و به طبع آن نماز هم در واقع صحیح نیست. آیا الله متعال اسامی عددی هم دارد؟ نه، الله متعال اسامی عددی ندارد. در باب اسماء و صفات الله متعال اهل سنت و الجماعت یک قاعده دارند و یک اصلی در این زمینه وجود دارد و آن این است که هر نامی که در قرآن آمده باشد یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای الله ذکر شده باشد، ما آن نام را قبول داریم، الله متعال را به آن نام می نامیم و آن صفت را برای الله متعال قائل هستیم. و نامی را که در قرآن یا احادیث برای الله متعال ثابت نشده، آن را نام الله متعال نمیدانیم. به طور مثال یزدان نام الله متعال نیست، یا خدا این جز اسماء حسنای الله متعال نیست. اینها ترجمه بعضی از صفات و اسماء الله متعال هستند. هیچ کسی از طرف خود حق ندارد که بر الله متعال نامی بگذارد که در قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نیامده باشد و اسماء عددی از این گونه هستند. یعنی هیچ کدام از اسمایی و ارقامی اعدادی که به نام صفات الله یا نام الله قلم داد می شوند، اینها از نظر شرعی نه نام الله متعال هستند و نه جز کلمات و اسمای مقدسه هستند و هیچ گونه به اصطلاح قداستی ندارند و نام الله متعال هم شمرده نمی شوند. آرایش وضو دارد؟
بله، آرایش اشکالی ندارد. اگر آرایش خفیفی هست و یک چیزی هست که مانع رسیدن آب به بدن نمی شود، از نظر شرعی اشکالی ندارد. یعنی خانومی که آرایش کرده وضو بگیرد، وضوش از نظر شرعی صحیح هست، مگر مواردی که فرض کنیم که بتونکاری خیلی شدیدی کرده باشه طرف به گونه‌ای که آب به بدنش نرسد، اون یک بحث جداگانه هست. اما آرایش های معمولی اینها مانع صحت وضو نیست. نماز قضایی زیاد دارم، چه کار بکنم؟ برای کسی که نماز قضایی زیاد دارد، معنیش این است که شما در یک به اصطلاح برهه‌ای از زمان، در زمان جوانیتون به طور مثال نماز نخواندید که نماز قضایی زیاد دارید، وگرنه انسان مسلمان نباید اجازه بدهد که نمازش قضا بشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. اگر کسی خواب افتاد، یک نمازی فوت شد، یا اینکه فراموش کرده بود، مشغول کاری بود و نماز فوت شد، به محض این که بیدار شد و به یادش آمد نماز خودش را بخواند، ولی اینکه وقت هم گذشته باشد، تأخیرش نکند. اما کسی که در زمان جوانی کلا نماز نمیخوانده، تارک صلات هست و نماز به صورت کلی نخوانده بوده، حکمش این است که همین که توبه بکند همین کفایت میکند. و حکم شرعی توبه این است که التوبه تجب ما قبلها، توبه صادقانه گذشته را پاک می کند. این الله متعال گذشته را می بخشد. از این به بعد شما پایبند نماز باشید، مواظب باشید که نماز خودتان را قضا نکنید. بسیاری از علما در این زمینه معتقد هستند که تمام نمازهای قضایی عمر را باید بیاورید و میگویند که به اصطلاح بشمارید چقدر نماز هست، تمام نمازهایی را که فوت شده همراه با نمازهای فرضی باید قضایشون را هم بیاورید. اما واقعیت این است که کسی که به خاطر تنبلی یا به خاطر هوا و هوس یا به هر دلیل دیگری نتوانسته که در گذشته نماز بخواند، الان که توبه کرده ما او را موظف بکنیم که باید 2 برابر نماز بخوانی، این حکم در واقع برای اون سنگینی میکند. چه بسا که این سبب بشود که حتی بر این توبه خودش پایبند نباشد. بسیار از علمای معاصر و گذشته هم نظرشون بر این بوده که اگر کسی نماز را عمدی قضا کرده باشه و ترک کرده باشه، دیگه جبرانی نداره جز این که توبه بکند. علامه ابن حزم رحمت الله علیه در کتاب خودشون مفصلا در این مورد این مسئله رو کاملا توضیح دادند که نمازی که عمدن فوت بشود امکان ندارد که قضایی در واقع برای آن خوانده بشود و هیچ نمازی جایگزین آن نمی شود. نظر بنده هم همین هست که اگر شما که صادقانه توبه کردید، همین که توبه کردید همین کفایت می کند. لازم نیست که تمام نمازهای عمرتان را قضا بیاورید. منتها سعی بکنید که نمازهای سنت را سر وقتش بخوانید، نمازهای نفلی بیشتری بخوانید، به خاطر اینکه یک برهه‌ای از زمان شما در واقع نماز نخوندید و از این فضیلت محروم بودید. الان که توبه کردید الله متعال گذشته تان را میبخشد، اما سعی بکنید تا جایی که ممکن هست جبرانش بکنید. حکم خرید و فروش ارزهای دیجیتال چیست؟ ارزهای دیجیتالی که امروزه مطرحند در جامعه، در کشورها، اونا مورد تایید هستند. بانک ها تاییدشون کردند و حکومت ها با آن تعامل می کنند. خرید و فروش می شود، یک ارزش مالی در واقع شمرده می شود و به عنوان یک ارز و یک پولی شمرده می شود. از نظر شرعی اشکالی ندارد، می توانید که اینها را خرید و فروش بکنید. آیا راست میگویند حضرت اسرائیل خیلی ترسناک است؟ در مورد خود اسرائیل، اولا در مورد نامش، چون این چیز نامی ثابت نیست. این نام اسرائیل برای فرشته مرگ ثابت نیست، گرچه بسیار از علما این را ذکر کردن، اما در قرآن یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیامده که فرشته مرگ نامش اسرائیل باشد. و در مورد این که خودش هم به اصطلاح یک به اصطلاح فرشته‌ای باشه که ترسناک باشه،
این هم وارد نشده. منتها این در این زمینه اومده وقتی که کسی در سکرات موت قرار میگیرد، اگر انسان بدی باشد، فرشته های بسیار تندخوی، سختی و در واقع زشت روی برای اون برای قبض روحش می آیند و به صورت ترسناکی هستند. اما در مورد خود اسرائیل چون این صفتی بیان نشده. من با خانومم یک کم مشکل دارم. بعد امروز که حرف زدیم تلفنی گفت تو به جای پسرامی، کفارهش چیست؟ این که خانم به شوهر خودش بگوید که تو به جای پسرای من هستی، یا تو مثلا برادر من هستی یا پدر من هستی، بر این حکمی مترتب نمی شود، بر این حکم شرعی مترتب نمی شود. یعنی این جمله باعث حرمت بین زن و مرد نمی شود و هیچ گونه کفاری هم در این زمینه بر شما لازم نیست. زن و شوهر همدیگر بودید، همچنان زن و شوهر همدیگر هستید، بر همدیگر حلال هستید، نه نیازی به فدیه هست و نه نیازی به کفاره. اگر عکس در اتاق باشد نماز می شود؟ نماز جایز هست، نماز ادا می شود. در خانه ای که در آن عکس و تصویر زیروحی باشد نماز ادا می شود، اما مکروه است. مکروه هست یعنی امر ناپسندیده ای است و سبب می شود که ثواب نماز شما در واقع کمتر بشود، حضور قلب شما در این نماز کمتر بشود. این تاثیرات را دارد، اما اصل نماز از گردن شما ساقط می شود، خصوصا وقتی که این عکس جلوی قبله باشد. این کراهتش بیشتر هست تا اینکه مثلا پشت سر باشد. اما به صورت کلی اگر یک فردی در یک جای نماز خواند که چاره‌ای نداشت، در اون اتاق عکسی بود، نماز از گردنش ادا شده، یعنی فرض از گردنش ساقط می شود. خانواده‌ام گربه دارند. آیا اگر موی گربه روی لباسم باشد نمازم باطل است؟ خدمت شما عرض بکنم که اولا گربه نجس نیست، نه مویش نجس است و نه لعاب و آب دهانش، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم این را فرمودند که انها لیست بنجس، که گربه نجس نیست و گفته گربه رفت و آمد می کند. انها من الطوافین علیکم و الطوافات، که گربه در خانه شما رفت و آمد دارد بدون اجازه شما و این در واقع سبب می شود که یک نوع تخفیفی در حکم شرعی ایجاد بشود. یعنی وقتی که یک انسانی دچار یک ضرورتی می شود، پرهیز کردن از یک موردی برایش سخت است و یک ابتلای عمومی می شود، این سبب تخفیف حکم در واقع می شود. عرض کردم که از نظر شرعی گربه نجس نیست و نه مویش نجس هست و نه لعاب دهنش، پس بنابراین هیچ اشکالی نداره اگر که لباس شما بالفرض موی گربه بیان چسبیده باشد. از نظر شرعی نماز شما کاملا صحیح است. بالفرض این که گربه نجس باشد و مویش نجس باشد، بالفرض این هم که نجس باشد، باز هم از نظر شرعی اشکالی ندارد، نماز شما کاملا صحیح است. الان چند تار موی گربه دیگه چیزی نیست که قابل ذکر باشه در بالفرض نجس بودن هم، و فقهای قاعده دارند که اون یک مقدار کمی از نجاست که پرهیز از آن ممکن نباشد، این از نظر شرعی عفو هست، یعنی تأثیری بر نماز شما ندارد. چند تار موی گربه، حتی موی سگ هم که باشه، موی سگ هم نجس نیست، بر لباس شما چسبیده باشد یا بر روی فرش باشد که شما در اونجا زندگی میکنید، این سبب نجاست نمی شود و سبب این که نماز شما صحیح باطل بشود این هم در واقع تأثیری ندارد و نماز شما کاملا صحیح است. دست کشیدن به صورت بعد دعا سنت است یا واجب؟
این در واقع دست کشیدن که بسیاری از مردم عادت دارند که بعد از دعا دسته ها را به صورت میمالند. این نه واجب نیست، نه فرض هست و نه واجب هست، حتی سنت هم نیست. از رسول الله صلی الله علیه وسلم با سند صحیح ثابت نشده. در این زمینه یکی دو تا روایت اومده، به طور مثال در سنن ترمیزی آمده روایت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی دستها را بلند میکردند به دعا، تا قبل از این که آنها را به صورت بمالند دستهاش را پایین نمی آوردند. اما این روایت از نظر سندی اشکال دارد و ضعیف هست. حتی بسیار از علما گفتند که ضعفش در اندازه‌ای هست که قابل جبران نیست و گرچه برخی از علما گفتند حسن هست و بر این مبنا بر این روایت در واقع عمل میکنند. اما واقعیت این است که این روایت صحیح نیست و نمی شود از این استدلال کرد. بس بنابراین کشیدن دست به صورت بعد از دعا جز آداب دعا نیست، نه واجب هست و نه اینکه مستحب یا سنت باشد، اما جایز هست. یک عادت هست، مردم این کار را انجام میدن. اگر کسی این کار را انجام میدهد نباید که این سبب اختلاف و در واقع ناراحتی باشد، جایز هست. و روایتی هم که در این زمینه آمده گرچه ضعیف هست، بسیار از علما معتقد هستند که میشه بر اون عمل کرد و این رو حسن دانستند. اگر اشتباه نکنند علامه ابن حجر رحمت الله علیه این روایت رو گفته که حسن هست. اگر کسی که قتل کرده اگر قصاص شود در قیامت باز هم گناه بر گردنش هست. از نظر شرعی حدود و کفاراتی که در دنیا وجود دارند، حد یعنی مجازات شرعی که در دنیا وجود دارد، مثلا برای تهمت زدن یا برای شراب که شلاق هست یا مثلا برای قتل که قصاص هست و بقیه مواردی که هستند، این حدود و که در شریعت اسلامی وجود دارند اینها در واقع کفاره برای گناهان شمرده می شوند. یعنی کسی که قتل کرده اگر که قصاص بشود گناهی دیگر برگردنش باقی نمی ماند. کسی که به زنش گفته تو خواهر و مادر منی، آیا زنش طلاق می شود؟ خیر، طلاق نمی شود. این جمله طلاق نیست. در زمان جاهلیت و قبل از اسلام این یک نوعی از انواع طلاق بود. یعنی اگر یک آقایی به زنش میگفت که تو خواهر و مادر منی، در زمان جاهلیت این زنش در واقع طلاق میشد و این رو یک نوع طلاقی میشمردند و زن و شوهر از همدیگر در واقع جدا میشدند. و در ابتدای اسلام در مدینه منوره یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم به نام اوس بن صامت که آدم پیرمرد و سال خورده ای هم بود، این در واقع ناراحت شد و به زنش گفت که تو خواهر و مادر من هستی. این جمله را به کار برد و گفت که پس بنابراین از همدیگر جدا شدیم و طلاق شدیم. زنش هم که خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها بود خیلی ناراحت شد، رفت پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم که شوهرم در واقع زهار کرده از من. این اسم حکم شرعیش، نام شرعیش زهار هست. یعنی این حرف رو زده، الان حکمش چی هست؟ آیا ما بر همدیگر حرام شدیم یا اینکه حرام نیستیم؟ و این آیات ابتدای سوره مجادله در این زمینه نازل شد. حکم شرعی برای زهار یعنی این که یک فردی به زن خودش بگوید که تو خواهر و مادر من هستی و نیتش حرمت باشد و نیتش حرام بودن باشد. اگر کسی به زن خودش بگه تو خواهر منی، تو مادر منی و هدفش احترام باشه، گرچه این حرف مناسبی نیست، انسان باید پرهیز بکنه از این جملاتی که دو پهلو هستند. اگر نیتش احترام باشه، نیتش محبت و دوستی باشه، نیتش این باشه که تو برای من خیلی عزیز هستی،
این حرام نیست و حکم شرعی ثابت نمی شود، نه طلاقی هست و نه زهاری. اما در صورتی که نیتش حرام بودن باشد، یعنی همان گونه که خواهر و مادر من بر من حرام هستند، تو همان گونه بر من حرام هستی، این حکمش طلاق نیست، حکمش زهار هست که الله متعال این حکمش را در آغاز سوره مجادله در واقع بیان کرده که والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبه، آنهایی که از زنهای خودشان زهار میکنند، یعنی به زنهای خودشان میگویند که تو خواهر و مادر من هستی، حکمش این است که باید کفاره بدهند و کفارش این است که در مرحله اول باید یک به اصطلاح برده ای آزاد بکنند. اگر کسی برده ای نبود، مانند الان که برده ای وجود ندارد، در ادامه آیه الله متعال میفرماد فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اگر که برده نبود باید این فرد، یعنی این شوهر، آقایی که این حرف رو زده، باید 2 ماه پشت سر هم بدون وقفه روزه بگیرد، بدون این که با همسرش همبستری بکند. یعنی ابتدا 2 ماه پشت سر هم باید روزه بگیرد، بعد از این که 60 روز روزه گرفت، بعد از آن میتواند که با همسر خودش همبستری بکند. و اگر یک فردی فرض کنیم که توانایی روزه گرفتن را نداشت، یک حکم بعدی هست که فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکین، اگر کسی نتوانست که به اصطلاح 60 روز روزه بگیرد، حکمش این است که به 60 مسکین غذا بدهد، 60 نفر فقیر و مسکین را جمع بکند، به آنها غذا بدهد. بعد از این که به 60 نفر مسکین غذا داد، برمیگردند به زن و شوهر همدیگر هستند و زندگی خودشان را ادامه بدهند. اما طلاقی در این زمینه واقع نمی شود، این حکمش حکم زهار هست و طلاق نیست. نماز وتر را 1 رکعت بخوانیم درست است یا حتما باید 3 رکعت بخوانیم؟ آن چیزی که بیشتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده این است که 3 رکعت نماز وتر می‌خواندند. نماز وتر 3 رکعت هم جایز هست، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، این از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. و 1 رکعت به صورت جداگانه هم وتر خواندن از نظر شرعی جایز هست، که یک فردی بعد از اینکه نماز عشا را خواند و بعد از اینکه به طور مثال 2 رکعت نماز سنت را خواند، 1 رکعت نماز وتر بخواند، این از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما این که یک فردی به طور مثال نماز شفع نمیخواند، یعنی 2 رکعت قبلش را نمیخواند، صرفا فقط 1 رکعت نماز وتر را بخواند، بسیار از علما گفتند این مکروه است، زیرا که عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم 1 رکعت میخوندند. اما بنابر روایتی که در صحیح بخاری و مسلم آمده، رسول الله صلی الله علیه و سلم شبها مثلا نماز 2 رکعت میخواندند. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی رکعتین، یصلی مثنا و یوتر برکعه، رسول الله 2 رکعت میخواندند و بعدش 1 رکعت میخوندند. اما این که عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط 1 رکعت خونده باشند که قبل از آن نماز دیگری شفعی نخونده باشند، این از عمل رسول الله ثابت نیست. به خاطر این بسیاری از علما معتقد هستند که این مکروه است. اما از صحابه ثابت است، عبدالله ابن عمر و تعداد دیگر این را میخوندند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نماز وتر 1 رکعت در آخر شب هست. اولاتر و بهتر این است که انسان همون وتر کامل را بخواند، یعنی سعی بکند که 3 رکعت را بخواند. حداقل کمال همون 3 رکعت هست، یعنی این که انسان در هنگام که وقتی که میخواد نماز وتر را بخواند 3 رکعت بخواند. اگر 5 رکعت خواند، اگر 7 رکعت، 9 رکعت خواند، باز هم اشکالی ندارد و جایز است. اگر 1 رکعت خواند، قبلش هم مثلا 2 رکعت نماز سنت خونده بود، باز هم از نظر شرعی اشکالی ندارد و درست است.
من یک مادر باردارم که شکر دارم، باید انسولین بزنم؟ آیا با انسولین وضو را میشکند؟ برای کسی که بیماری قند یا دیابت دارد و باید انسولین تزریق بکند، خود این تزریق انسولین این شکننده وضو نیست، شکننده وضو نیست. و بالفرض اگر خونی خارجم بشود، دیدگاه جمهور علما این است که وضو باطل نمی شود. دیدگاه جمهور علما، مذهب امام مالک، مذهب شافعی و جمهور علما این است که اگر از یک جای بدن انسان خونی خارج شد، این جز شکننده های وضو شمرده نمی شود. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این را جز شکننده های وضو دانستند، به شرطی که خون در واقع خارج بشود و به ظاهر پوست برسد. اگر صرفا به یک اندازه، یک نقطه خیلی ریزی ظاهر شد و از مکانش تکان نخورد، در مذهب حنفی هم جز شکننده های وضو شمرده نمی شود. اما اگر که جاری شد، از اون مکانش، از روی پوست مثلا تکان خورد، این جز شکننده های وضو در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شمرده می شود. اگر شما برایتون سخت وضو گرفتن، میتونید بر نظر جمهور علما عمل بکنید و که وضوی لازم نیست. اما اگر که برایتون راحت هست، میخواید بر مذهب حنفی عمل بکنید، باز هم از نظر شرعی ممانعتی وجود نداره و از این وسوسه خارج میشوید. خواندن نماز با دست باز باطل است؟ نه، نماز با دست باز باطل نیست. بستن دسته ها در نماز سنت از جز واجبات و جز فرایض نماز نیست. الان اگر کسی ولو این که اهل سنت و الجماعت هست، به طور مثال بنابر عذری مثلا یا اصلا بدون عذر مثلا دسته هایش را باز گذاشت، این خلاف سنت انجام داده، اما نمازش از نظر شرعی صحیح هست و باطل نیست. آیا آرزوی مرگ گناه دارد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم از این که انسان آرزوی مرگ بکند، انسان را ما را منع فرمودند و فرمودند که زندگی به اصطلاح طولانی و عمر برای انسان مسلمان خیر هست در هر صورت. چه بسا که از گناه خودش در واقع توبه بکند و راه استقامت و توبه را در پیش بگیرد، یا این که بسا انسان نیکوکاری هست، خود همین که نیکوکاری میکند در واقع به ایمانش و به اعمالش اضافه می شود. در هر صورت این برای انسان مسلمان خیر هست. و نهایتاً رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اگر یک فردی به یک مرحله رسید که دنیا را نمیتواند تحمل بکند، این گونه دعا بکند که پروردگارا اگر زندگی برای من خیر هست، مرا زنده نگهدار، و اگر مرگ برایم بهتر هست، مرا از دنیا ببر. این گونه دعا بکنید، یعنی اینو معلق بکنید به خیر بودن یا خیر نبودن. ای خدا اگر خیر هست در دنیا بمانم، منو بگذار. اگر خیر در این است که زودتر بروم، منو زودتر از دنیا ببر. نهایتش این اندازه شما میتوانید دعا بکنید. اما این که خودتان رو نفرین بکنید و دعای مرگ بکنید، این از نظر شرعی عرض کردم که جایز نیست. من اسم پسرم را میکائیل گذاشتم، همه میگویند حرام است، این اسم فرشته است. نه، حرام نیست این که کسی نام فرزندش را به میکائیل بگذارد یا نمیدونم اسرافیل بگذارد، در اصل حرام نیست. اما اینا یک اسمهایی است که یک مقدار شاید جامعه باش حساسیتی داشته باشد در برخی از جاها، من نمیدونم. اما از نظر حکم شرعی جمهور علما نظرشون بر این است که نام گذاشتن فرزند به نام فرشتگان از نظر شرعی اشکالی نداره. منتها برخی از علما مانند امام مالک رحمت الله علیه گفتند این مکروه هست، این نامه های فرشتگان هست، اینها رو نباید بر انسان ها بگذارید. اما دلیلی برای کراهتش وجود ندارد، یعنی این که پیامبر منع کرده باشند یا این که ناپسند شمرده باشند این مورد را، این از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل نشده. به نظر من اشکالی ندارد، حالا که گذاشتید نامش ثبت شده اشکالی ندارد و عوضش هم نکردید اشکالی نداره، گناهی هم بر گردن شما نیست. آیا وقت نماز حتما باید چادر سر کنیم و اگر زیر چادر لباس نپوشیده باشیم نمازمان درست است؟ در هنگام نماز انسان باید با زینت باشد، یعنی لباسی که لباس محترمانه هست. انسان باید چه مرد و چه زن در واقع
باید این رو بپوشد و بعد از آن نماز بخواند. برای خانم ها حکم شرعی این است که باید تمام بدنشون در هنگام نماز پوشیده باشد، از سر گرفته تا پا، به استثنای گردی صورت و به اصطلاح کف دسته ها یا پشت پا. بقیه بدن کاملا باید پوشیده باشد. اما لزوما که حتما باید چادر باشد، نه، لازم نیست که حتما چادر باشد. همین لباس گشادی رو که شما پوشیدید و در خونه هستید، به طور مثال یک روسری دوباره یعنی دور سرتون بپیچید نماز خوندید، از نظر شرعی اشکالی نداره و نمازتون درست است، به شرط اینکه لباستون یک لباس کاملی باشه که تمام بدن شما را، دسته ها را، پاها را کامل پوشیده باشه. از نظر شرعی نمازتون اشکالی نداره و درست هست. و این که زیر چادر اگر کسی به اصطلاح لباس دیگری نپوشیده باشه، به طور مثال برخی از خانم ها به خاطر ترشحاتی که دارند یا بعضی به خاطر این که مثلا نوزاد دارند، حساسیت دارند، وقت نماز مثلا شلوار رو عوض میکنند یا احیانا تنها با چادر نماز میخونند، با یک چادر، این از نظر شرعی اشکالی نداره. لازم نیست که حتما زیر چادر باید چند لایه لباس دیگری پوشیده باشید. حتی اگر کسی بدون لباس باشه، لباس زیر یا لباس شلوار هم نپوشیده باشه، فقط یک چادری به اصطلاح پوشیده باشه، از نظر شرعی اشکالی نداره، نمازش کاملا درسته. در زمان رسول الله این گونه بسیاری نماز میخوندن. در صحیح مسلم روایتی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که آیا انسان میتواند در یک لباسی نماز بخواند، یعنی فقط یک تکه پارچه‌ای باشد که اون رو دور خودش بپیچد و نماز بخواند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا مگر همه شما دو تکه لباس دارید؟ همه دو تکه لباس نداشتند، فقط یک تکه لباسی بود که اون رو بر سر میانداختند و تا بدن تا پایشون وقتی که میپوشید با این نماز میخوندند و این از نظر شرعی اشکالی ندارد. آیا وقتی در خانه تنها نماز میخوانیم باید اذان و اقامه بگوییم؟ نه، واجب نیست. این که شما وقتی که تنها نماز بخونید اذان و اقامه بگویید، این واجب نیست. اذان فلسفهش این است که شما دیگران رو خبر میکنید که وقت نماز هست که بیایند برای نماز. و اقامه هم فلسفهش این است کسانی که در مسجد نشستن منتظر نماز هستند، وقتی که اقامه می شود یعنی نماز الان شروع می شود، بلند بشوند بیایند برای نماز خوندن. اصل فلسفه اذان و اقامه این هست. کسی که تنها به صورت منفرد، الان مردی باشه یا زنی، در خانه نماز میخونند، لازم نیست و واجب نیست که اذان و اقامه بگویند. اما اگر کسی دلش خواست اذان و اقامه در واقع گفت، ممنوعیتی هم وجود ندارد. ممنوعیتی وجود ندارد، اما از نظر شرعی واجب هم نیست. دیدن زن برهنه در موبایل چه حکمی دارد؟ تفاوتی ندارد که به اصطلاح این زن برهنه عکسی باشد که شما میبینید یا واقعا یک زنی باشد. از نظر شرعی جایز نیست که شما به عورت کسی نگاه بکنید، خواه مرد باشد یا اینکه زن باشد. کسی که برهنه هست، انسان باید نگاه خودش را به اصطلاح پایین بیاندازد. جایز نیست که انسان فرد دیگری را نگاه بکند و حتی اگر که به اصطلاح یک زنی پوشیده هست و جایز نیست که شما با نگاه شهوت و نگاه ناسالم یک فردی را نگاه بکنید. اما در کوچه و بازار هستید و خواه و ناخواه مثلا کسی رو میبینید، زن و دختری رو مثلا میبینید و ممکن نیست که انسان چشم خودش را ببنده، اما این اشکالی نداره. اما این که با نگاه شهوت و نگاه ناسالم به اصطلاح نامحرم نگاه بکنید، الان به زن باشه یا مثلا زنی مردی رو با نگاه به اصطلاح شهوت انگیزی نگاه بکند، این از نظر شرعی اشکال دارد و جایز نیست. اگر کسی به همسرش بگوید برو خانه پدرت، طلاق است؟ نه، صرفا این جمله طلاق نیست. این که بگید برو خانه پدرت یا از خونه من برو
بیرون، این در اصل این جمله طلاق نیست، مگر این که هدفش طلاق دادن باشه. هدفش طلاق دادن هست، به جای طلاق جمله طلاق مثلا گفته که برو از خونه من دیگه، برو بیرون، هدفش هم طلاق دادن باشه. این جز الفاظ کنایه هست. الفاظ کنایه بدون نیت طلاق واقع نمی شود، اما اگر کسی هدفش طلاق دادن باشد، در این صورت یک طلاق واقع می شود. من توانایی 2 قربانی رو ندارم، پدرم از دنیا رفته، آیا جایز هست که تنها برای پدرم قربانی بکنم؟ بهترین است که شما برای خودتان قربانی بکنید. بهترین است که شما در مرحله اول برای خودتان قربانی بکنید و پدرتان را هم نیت بکنید و بگویید که ثواب آن به پدرتان هم برسد. رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه انجام میدادند و یک به اصطلاح وقتی که گوسفندی رو ذبح میکردند، قربانی میکردند، میفرمودند این برای محمد و آل محمد هست. آل محمد یعنی خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب بسیار از اونها وفات کرده بودند، یا رسول الله برای خودش و برای امتشان مثلا قربانی میکردند. شما برای خودتان قربانی بکنید و پدرتان را هم نیت بکنید، هم به شما ثواب میرسد و هم برای پدرتون. و یک قربانی برای یک خانواده کفایت میکند، یعنی شما یک قربانی میکنید و نیتتون این است که این قربانی مال من و مال خانواده من هست، اصالتا مال شما هست، اما به پدرتان، به مادرتان، به تمام خانوادهتون هم در واقع ثواب میرسد و همه شریک هستید. اگر سر نماز هستیم و با درد داریم و روی صندلی نماز بخوانیم، نماز جایز است؟ اگر اصل بر این است که شما ایستاده نماز بخوانی، ایستادن در هنگام نماز یکی از ارکان نماز هست، جز فرایض هست، یعنی حتما باید به صورت ایستاده نماز بخوانیم. اما اگر کسی بنابر عذری نمیتوانست بایستد، نشسته نماز بخواند و اگر روی صندلی هم نشست، از نظر شرعی اشکالی ندارد برای کسی که عذر دارد، نمیتواند بایستد. اما کسی که توانایی ایستادن را دارد، اگر نشسته نماز بخواند، نمازش باطل هست، به استثنای کسی که عذر دارد، نمیتواند بایستد. برای این فرد از نظر شرعی اشکال ندارد، میتواند که نشسته نماز بخواند. بختک زیاد سراغم می آید، اذیتم می کند، چه کار بکنم؟ بحث بختک یا همون فلج خواب، حالا نمیدونم در زبان شما بهش چی میگن، در زبان محلی ما بعضی بهش وفسوک میگویند، یا بختکی که به اصطلاح معروف هست. این میتونه دلایل به اصطلاح متعددی داشته باشه. وقتی که انسان دچار این حالت میشه، احساس میکنه که بدنش سنگین شده، نمیتواند بدن خودش رو تکان بدهد، نمیتواند حرف بزند، به طور مثال احساس خفگی و سنگینی میکند، احیانا احساس میکند که روی سینهش مثلا یک بار سنگینی گذاشته شده، احساس ترس و وحشت میکنند. این حالت ها عرض کردم که دلایل مختلفی میتواند داشته باشد. احیانا مشکل روانی باشه، یا حالتی معمولا در آغاز خواب، در اول که انسان میخوابه یا بعد از این که میخواهد بیدار بشود، احیانا مغز انسان جلوتر از خودش مثلا بیدار میشود، یا مثلا بدن انسان به خواب رفته اما مغزش هنوز کار میکند. این حالت امکان داره که به اصطلاح به این دلیل باشه. اما اگر به یک دلیل به اصطلاح ماورایی باشه، یک کسی احساس بکنه که به طور مثال جن و شیطانی مثلا در این زمینه مثلا دخالتی دارن، بهترین موردی که در این زمینه به اصطلاح مؤثر هست، روایتی هست که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که
ابو مسعود بدری رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من قرأ بالآیتین من آخر سوره البقره فی لیله کفتاه. هر کسی که در شبی دو آیه آخر سوره بقره را بخواند، از آیه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون از اینجا تا آخر سوره بقره را بخواند، فرمودند کفتاه، برایش کفایت میکنند. و معنی کفتاه این است که الله متعال او را از هر گونه رنجی و هر گونه مصیبتی و مواردی که مورد اذیت و آزارش میشوند او را الله متعال حفاظت میکند. و برخی از علما گفتند که معنیش این است که به اون ثواب قیام اللیل مثلا میرسد، اما معروف ترین معنیش این است که کفتاه یعنی این که الله متعال را از هر گونه شر و گزندی کفایت میکند. شما حتما سعی بکنید که این مورد رو انجام بدهید، یعنی قبل از خواب دو آیه آخر سوره بقره را بخوانید، سعی بکنید که تکرار هم بکنید، این اولاتر و بهتر هست. و تجربه خودتون رو هم برای ما ارسال بفرمایید که ببینیم که برایتون مفید بوده یا نه. غیر از این هم سعی بکنید وقتی که میخوابید حتما با وضو بخوابید، حتما با وضو بخوابید. حتی اگر در حالت جنابت بودید یا خانمی در حالت عادت ماهیانه هم که باشد، بهتر این است که وضو بگیرد بعد از آن بخوابد. گرچه وضو این به اصطلاح جنابت را یا حالت پریودی را به صورت کلی از بین نمیبرد، اما سبب تخفیف جنابت میشود. و روش پیامبر هم این بوده که وقتی که شب میخواستند که در حالت جنابت اگر لازم بود که بخوابند و ابتدا وضو میگرفتند و بعد از آن میخوابیدند. سعی بکنید که قبل از رکوع، قبل از خواب 2 رکعت نماز بخوانید یا نماز وتر را بخوانید، بعد از آن بخوابید. و حتما سوره اخلاص و فلق و ناس را بخوانید، 3 مرتبه بخوانید و بر روی دسته هایتون فوت بکنید و دسته ها را بر کل بدن خودتون در واقع بمالید. و وقتی که به یادتون آمد، یعنی در حالت که بختک روی شما افتاده، اگر تونستی زبانتون رو تکان بدید و ذکری بکنید، نام الله را، لا اله الا الله را یا استغفر الله را، لا حول ولا قوة الا بالله را، یک ذکری رو به زبان بیاورید، انشاءالله که این حالت از شما برطرف می شود. آیا الله عزوجل همه جا هست یا بالای عرش است؟ ببینید عزیزان من، در مورد الله متعال، در مورد ذات الله، در مورد نامه‌های الله، در مورد صفات الله متعال ما نمیتوانیم که از طرف خودمان پیش داوری بکنیم و قضاوت بکنیم و برای الله متعال صفاتی رو ذکر بکنیم که الله متعال اونها رو بیان نکرده، یا چیزهایی را از الله متعال نفی بکنیم که الله متعال اونها را از خودش نفی نکرده. معیار اهل سنت و الجماعت در این زمینه این هست که الله متعال در مورد اسما و صفات این است که الله متعال هیچ گونه شباهتی با مخلوقات ندارد و هیچ کدام از مخلوقات با الله متعال هم شباهتی را ندارند، نه در ذات و نه در اسما و صفات و نه در بحث ربوبیت و الوهیت. ذات الله متعال یگانه و بی همتاست و هیچ گونه مشابهتی با بندگانش در واقع ندارد. و آن چیزهایی که ما جز لوازم به اصطلاح یک کاری میدانیم، این لوازم برای بشر هست، برای الله متعال این لوازم وجود ندارد. در مورد این که الله متعال کجا هست، روایتی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک کنیزکی پرسیدند که این الله متعال کجا هست. میخواستند که بدونند این کنیزک مسلمان هست یا مسلمان نیست. این کنیزک اشاره کردند به طرف آسمان، گفتن الله در آسمان هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این کنیزک مسلمان هست، آزادش بکنید. و عقیده مسلمانان این است که الله متعال بر روی آسمان، بالاتر از آسمان، بر روی عرش است. الله متعال تقریبا در 7 مورد، در 7 آیه از قرآن کریم این را با صراحت بیان کرده برای ما که الرحمن علی العرش استوى،
که الله الرحمن بر روی عرش مستوی هست. استوا در زبان عربی تمام فرهنگ لغت ها را که شما نگاه بکنید به معنی استقره هست، به معنی علا و ارتفع هست، یعنی این که الله متعال قرار گرفت. و الله متعال با ذات بی مثال خودشان آنگونه که شایسته جلال و جمال و کمال الله متعال هست بر روی عرش قرار دارد و علم الله متعال و قدرت الله متعال، سمع و بصر الله متعال همه جا هست. الله متعال همه جا را می‌بیند. اما این که ما معتقد باشیم که الله متعال با ذات فیزیکی خودش همه جا حضور دارد، همه جا هست، چون این عقیده اهل سنت و الجماعت نیست. این عقیده منجر می شود به حلول و اتحاد و یک سری انحرافات و گمراهی هایی رو در واقع در پی دارد. اهل سنت و الجماعت در زمان پیامبر، در زمان صحابه، قبل از این که این بدعت های کلامی ایجاد بشود، همه معتقد بر این بودند که الله متعال بر روی آسمان ها و بر روی عرش قرار دارد و این که الله متعال بر روی عرش هست معنیش این نیست که الله متعال به مکان نیاز دارد. الله متعال به هیچ چیزی نیاز ندارد، غنی هست، از مکان و زمان فراتر هست الله متعال. اما آن چیزی رو که الله متعال در قرآن کریم برای خودش بیان کرده که الرحمن و علی العرش استوى، این رو ما معتقد هستیم که الله متعال با ذات بی مثال و بلا کیف خودش که کیفیتش برای ما مشخص نیست بر روی عرش در واقع قرار دارد. آیات بسیار زیادی در قرآن کریم وجود دارد و دلالت میکنند بر این که الله متعال بالا هست، به طرف بالا و بالاتر از آسمان ها و بر روی عرش هست. این عقیده اهل سنت و جماعت هست. طلای آب شده به صورت قسطی جایز هست؟ نه، طلایی که آب شده هست و خشت به اصطلاح طلای خام هست، این خرید و فروشش به صورت قسطی جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد طلا و نقره گفتند که حتما باید به صورت نقدی و دست به دست در واقع فروخته بشوند، مگر در صورتی که یک طلایی از حالت اصلی خارج شده باشد و به عنوان یک کالای مصرفی به اصطلاح خرید و فروش بشود، مانند مواردی که به اصطلاح طلاهایی که جز زیورالات هستند. ابن قیم رحمت الله علیه نظرش بر این است که این گونه طلاها چون که از اصل ثمنیت و به اصطلاح وجه نقد بودن خارج شدند و به عنوان یک کالای مصرفی هستند، خرید و فروششون مانند بقیه کالاها به صورت قسطی و نسیه جایز است. اما چیزی که طلای آب شده یا خشت خامی باشد، اون خرید و فروشش به صورت قسطی جایز نیست. آیا در حالت جنابت اگر لباس را می پوشیم آن لباس ناپاک می شود؟ نه، لباس ناپاک نیست. کسی که در حالت جنابت هست، خانومی که در حالت پریودی هست، به هیچ عنوان بدنش نجس نیست، عرقش نجس نیست، لعاب به اصطلاح آب دهانش نجس نیست. اگر به آبی به چیزی دست بزند نجس نمی شود، لباسی بپوشد، عرق بکند نجس نمی شود. به هیچ عنوان اینها از دیدگاه هیچ کدام از ائمه اینها نجس نیستند، مگر در صورتی که بر لباس کسی به طور مثال نجاستی باشد. بعد یک لباسی به طور مثال خانم و آقای با همدیگر زن و شوهری هم بستر شدند و این لباس آغشته شده مثلا به ترشحاتی، این یک بحث جداگانه هست. اما به منظورم همون ترشحات جنسی هست، به طور مثال منی یا مزی مثلا خارج شده باشه بر لباس اصابت کرده باشه، بحث جداگانه است. اما صرفا چون که این لباس را در حالت جنابت یا در حالت همبستری کسی پوشیده باشد، این دلیل بر نجس شدنش نیست و عرق انسان در حالت جنابت از نظر شرعی کاملا پاک است. اگر کسی دست روی قرآن گذاشته است، قسم خورده باشد، الان پشیمان است، باید چه کار بکند؟ اگر کسی قسم خورد و اصل بر این است که قسمش را نشکند،
قسمش را نشکند. اما اگر در یک موقعیتی قرار گرفت مجبور شد و قسمش را شکست، از نظر شرعی باید کفاره بدهد و کفارش همین است که به 10 نفر مسکین غذا بدهد یا اینکه لباس بدهد. غذا بدهد به 10 نفر مسکین در حد یک وعده نهار یا شامی غذا بدهد و یا این که لباس بدهد. و اگر کسی توانایی مالی ندارد، به جای این که به 10 مسکین غذا یا لباس بدهد 3 روز روزه بگیرد. یعنی بعد از این که قسمش را شکست باید این کفاره را ادا بکند و وقتی که کفاره را داد گناه دیگر برگردنش باقی نمیماند. آیا مرد و زن جایز است حمام بروند؟ اشکالی ندارد اگر زن و شوهر خواسته باشند که با هم حمام بروند. این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد، ممانعتی ندارد، بلکه ثابت است از رسول الله صلی الله علیه وسلم که احیانا ایشان با همسرشان میرفتند با هم حمام میکردند و غسل میکردند. این از نظر شرعی اشکالی ندارد و کاملا جایز است. اگر کسی که مشکل ادرار دارد بعد وضو چند قطره ادرار خارج می شود، وضوی شکسته. اگر کسی به اصطلاح مشکل داره و سلیس البول داره، نمیتونه ادرار خودش رو کنترل بکنه، این از نظر شرعی معذور هست. از نظر شرعی معذور هست. فرض کنیم که در طول روز قطراتی از ادرارش خارج می شود. الان به هر مشکلی که داشته باشد از نظر شرعی معذور شمرده می شود و حکمش این است که برای هر نماز جداگانه وضو بگیرد. برای هر نمازی جداگانه وضو بگیرد. برای نماز ظهر وضو گرفته، با این وضو میتواند نماز ظهر را بخواند، سنت های قبلیه بعدیه را بخواند، نماز نفل بخواند، نماز قضایی بخواند، بشیند قرآن را دست بزند تلاوت بکند، هیچ اشکالی ندارد. ولو این که بعد از وضو گرفتن یا در وسط نماز فرض کنیم که قطراتی از ادرار خارج شده باشد، وضوی این فرد با خروج چند قطره ادرار باطل نمی شود، با خروج وقت باطل می شود. یعنی به محض این که وقت نماز ظهر تمام شد و وقت عصر داخل شد، وضوی قبلی باطل شده، برای نماز عصر باید یک وضوی دیگر بگیرد. این برای کسی هست که به صورت کلی نمیتواند که وضوی خودش را کنترل بکند. اما اگر که این به اصطلاح چند قطره خارج شدن فقط یک بار هست، در طول روز ادامه ندارد، به طور مثال وقتی که قضای حاجت میکنه دستشویی میرود، چند دقیقه بعدش مثلا امکان دارد که چند قطره ادرار خارج بشود، خب این فرد دیگه معذور نیست، صبر بکند، بعد از این که چند قدم برود یا این که به اصطلاح یک صورتی مجرای ادرار را تخلیه بکند و بعد از آن وضو بگیرد. اما اگر این مشکل دائمی هست، مستمر هست، در این صورت حکمش همین است که قبلا عرض کردم که وضویش با این نمیشکند و وضو بگیرد، نماز بخواند. حتی اگر ادرار خارج بشود باز هم از نظر شرعی وضویش کاملا درست است و نمازش درسته. این جایز و ناجایز که شما میگویید معنایش چیست؟ معنای جایز یعنی این است که مجازه، شما میتوانید این کار رو انجام بدهید. ناجایز یعنی این که مجاز نیست، شما اجازه ندارید که این کار رو از نظر شرعی انجام بدهید. ببینید ما از نظر شرعی 5 تا حکم داریم. از نظر شرعی برای احکام تکلیفی، احکامی که به عنوان عبادت هست و انسان باید انجام بدهد یا انجام ندهد یا اینکه مختار است که انجام میدهد یا انجام نمیدهد، 5 تا حکم در این زمینه ما داریم. حکم اول این است که به اصطلاح فرض یا واجب هست. فرض یا واجب به اون کاری گفته می شود که الله و رسول یا شریعت اسلامی به صورت قطع به ما دستور دادند که این کار را شما انجام بدهید، مانند نماز، مانند نمازهای پنجگانه، مانند روزه رمضان، مانند حج، مانند زکات. اینها جز واجبات هستند یا جز فرایض هستند. البته فرض و واجب رو برخی از اصولی ها یک تفاوتی رو برایش قائل شدن، اما از نظر حکمش یکی هست. حکم فرض این است که هر کسی که انجامش داد ثواب دارد و اگر انجامش نداد گناهکار هست. در مقابل فرض و واجب یک حکم دیگری داریم به نام حرام هست. حرام کاملا برعکسش هست و حرام هم که میگوییم احیانا مثلا میگوییم که حرام یا اینکه مثلا میگوییم که نامشروع یا ممنوع یا ناجایز یا در زبان عربی میگن محظور، اینها تمام دلالت بر این میکنن که حرام هست.
و حرام از نظر شرعی تعریفش این است که کاری که شریعت اسلامی با دستور قطعی از ما خواسته که از انجام دادن آن باید پرهیز بکنیم و حکم تکلیفیش این است که اگر کسی انجام داد گناهکار هست و اگر انجام نداد ثواب دارد. حرام پرهیز کردن از حرام ثواب دارد، انجام دادنش گناه دارد، برعکس حرام و واجب. غیر از این دو تا حکم دیگر داریم. یکی هست مندوب، یا این که مستحب مندوب میگیم یا مستحب میگیم، یا این که نفل گفته میشود یا مسنون گفته میشود. اینا تمام حکمشون اینها یکی هستند و حکمش این و مستحب و یا این که سنت اون کاری رو به اون کاری گفته میشود که شریعت راهنمایی کرده که شما این کار رو انجام بدهید، توصیه کرده که این کار رو انجام بدید، اما به صورت قطع و یقین در واقع چون این حکمی بر ما واجب نکرده، قطعی نگفته که الا و بالله حتما در هر شرایطی باید این رو انجام بدهید. این میشود همون فرض. سنت یا مستحب یا مسنون مانند این فرض کنیم که روزه گرفتن دوشنبه یا پنجشنبه یا نمازهای سنت های قبلی یا بعدی به طور مثال، اینا جزء مستحبات هستند. در مقابل مستحب یا سنت یک حکم دیگری داریم به نام مکروه. مکروه یعنی کارهایی که شریعت توصیه کرده که اینها رو انجام ندهید، اما نه به صورت قطع و یقین به عنوان یک دستور یک فرمان، نه، بلکه به عنوان یک راهنمودی هست که شما این کار رو انجام ندهید. این گونه کارها رو بهشون گفته می شود که مکروه. و حکم مکروه این است که اگر کسی از آن پرهیز بکند ثواب دارد، اما اگر کسی پرهیز نکرد گناهی برگردنش نیست، برعکس مستحب یا سنت. و یک حکم دیگر داریم به نام مباح. مباح یعنی جایز، یعنی یک کاری که هم انجام دادنش جایز هست و هم انجام ندادنش جایز هست. اگر کسی انجام داد خب اختیارش را دارد، اگر انجام نداد از نظر شرعی باز هم ممنوعیتی یعنی اشکالی وجود ندارد. انجام دادن و انجام ندادنش با هم دیگر یکسان است، مگر در مواردی که منجر به یک نوع حرام دیگری باشد که در اون صورت یک حکم ثانوی در این زمینه وجود دارد. اما در اصل مباح یا جایز به کاری گفته می شود که هم انجام دادنش جایز هست و هم انجام ندادنش جایز هست و شریعت اسلامی این رو گذاشته به اختیار خود ما. آیا روز قیامت به جز مسلمانان همه جهنمی هستند؟ هر کسی که در هر زمانی که پیامبری نازل شده به آن پیامبر زمان خودش ایمان آورده باشد بهشتی هست. هر کسی که با ایمان به پیامبر زمان خودش ایمان داشته باشد و با آن ایمان از دنیا رفته باشد، از نظر شرعی این در واقع وارد بهشت می شود. اما اگر کسی به پیامبر زمان خودش ایمان نداشته باشد از دنیا برود، این کافر شمرده می شود و کافر وارد بهشت نمی شود. امروزه بعد از این که دین مبین اسلام آمده، ادیان گذشته منسوخ شدند. حکم شرعی این است که هر کسی که مسلمان باشد، یعنی پیامبر آخرالزمان را قبول بکند و قرآن را قبول داشته باشد، مسلمان هست. در حال حاضر در دنیا اگر کسی الله و رسول را قبول نداشته باشد و مسلمان نباشد، از نظر شرعی حکمش این است که وارد بهشت نمی شود. خب دوستان عزیز، فکر میکنم به همین مقدار بسنده کنیم امشب و تا فرصت دیگر و برنامه دیگر شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.